یه ترندی اومده بچه‌ها به اسم لته میکاپ. اینو نداره. بعد ترند دیگه هر کی میبینی داره ویدیوشو میسازه. حالا منم ورژن خودمو میسازم. بهش میگم کاپوچینو. فرق داره. کلا هر چیزی که ترند میشه باحالیش به همینه که ورژن‌های مختلفشو میبینی دیگه. اینکه چه جوری هر کی اون ترند رو اجرا میکنه باحاله. چرا؟ چون کانسپت یکیه، فقط اجراش فرق داره. این کانسیلر ایو سان لوران اولین بار میخوام تست کنم. خیلی نرم و کرمیه. حالا چرا اسمشو گذاشتن لاته یا لته؟ واسه شما چی میگین؟ میگین لاته یا لته؟ خیلی ساده، فقط به خاطر رنگش. ببین من روشکونه نمیخوام لته‌ای باشه، میخوام این رنگی باشه. کی میخواد جلوی منو بگیره؟ از این استیکا پشت چشمت میکشی قشنگ. بعد با یه براش لبه هاشو بلند میکنی. پلک پایینت هم همینطور. بعد با این مداد قهوه‌ای این پشت پلکم خط موجمو میکشم. بعدم یه ریمل حسابی واسه روژ لب همون خط پشت چشمو میکشم. یاد یه چیز دیگه افتادم. تربیت نباش. به پروسه کار اعتماد کن. و چون من خیلی لته مکیاتو دوست دارم اینو بهش اضافه میکنم به عنوان شیر. ولی یه چیزی کم داره. فکر کن بگیم یکم شکر. اینجا میزنم. اینم از ترند میکاپ لته. تا ویدیو بعدی.